فرلاین جایی میان علم و رسانه ایستاده. اینجا نه تنها صدا بلکه دانش شما شنیده میشه. من مرجان آزادی، مدیر روابط عمومی هلدینگ فرتاک هستم و از شما دندان پزشک فرهیخته و پزشک کاردان دعوت میکنیم تا در نخستین پلتفرم اینترنتی درمانی چند زبانه سلامت محور کشور با ما همراه باشید. فرلاین نسخه آموزشی درمانی پلتفرم‌های همچون نماوا، نتفلیکس، یوتیوب و فیلیمو، اما نه برای سرگرمی بلکه برای آموزش همگانی، عادلانه و همراه. با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، محتوای علمی شما به زبانی ساده به دست فارسی زبانان، ترک زبانان، عرب زبانان و سایر اقوام منطقه خواهد رسید. این محتوا تنها به پلتفرم محدود نمیشه و فرلاین در تلاش تا دانش شما را از طریق شبکه‌های برون مرزی همچون آیفیلم و الکوثر به خانه‌ها و نگاه‌های تازه بیاره. همچنین این تولیدات به صورت پمفلت و محتوای آموزشی در اختیار بیمارستان‌های حاشیه‌ای خلیج فارس، ترکیه و سایر مراکز درمانی قرار خواهد گرفت. فرلاین پلیس میان اندیشه